نه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. ساز سرود در قلب انسان چنان منافقت را میرویانه. نفاق چرا گفته میشه؟ دوری از یاد الله. به ظاهر خودم مسلمان جلوه دادن، در خفا اعمال کفری انجام دادن. این صفات منافق. منافق کی را میگه؟ کسی که به ظاهر خودم مسلمان جلوه بده، در خفا اعمال کفری را دوست داشته باشه و به ندرت به یاد خدا بیفته، همیشه از یاد خدا دور بوده باشه. این منافق میگن. نفاق را میگن الغنا. پس بنان ساز و سرود ينبت النفاق میرویانه منافقت را فی القلب در قلب انسان کما ينبت الماء الزرع چنانه که میرویانه آب در زمین گیاه را. زمین خشکیده را وقتی یک آب دو سر بدی او گیاه را میرویانه. اینمی قسم در قلب انسان ساز سرود نفاق را میرونه. انسان یک ساز سرود گوش کرد، باز هرگز دیگه او قلب آماده یاد خدا نمیشه، هرگز او قلب آماده الله گفتن نمیشه، سبحان الله گفتن نمیشه، آماده نماز خواندن، جماعت کردن، تلاوت کردن نمیشه. او قلبی است که مکمل پر از غش و امی چیزا هست، همیشه در پی اونم خرافات میباشه.